یک بنیاد خیریه در ولایت غزنی مراسم عروسی دست جمعی 15 زوج را برگزار کرد. مسئولان این بنیاد خیریه هدف از برگزاری مراسم عروسی دست جمعی را جلوگیری از مصارف بی‌مورد و از بین بردن رسم و رواج‌های ناپسند در جامعه عنوان می‌کنند. دین مقدس اسلام تشویق میکنه که عروسی ها ساده باشه، آسان باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بهترین عروسی و عروسی است که بهترین زن و زنی است که مصارف عروسیش کمتر و ساده تر باشه. بنابراین جامعه ما چون جامعه بیشتر فقیر هستند و جوانان الحمدلله نیاز دارن به این که باید زندگی مشترک خود آغاز بکنن. تقاضای ما، تقاضای اسلام و دیدگاه کل جامعه همی است که این مصارف باید ساده، آسان، کمتر باشه. گرچه بعضی اوقات رواج‌های ناپسند سر مردم بیشتر تاثیر میکنه، تاثیرش می باشه که باز دو وقت میبینی که رواج‌ها را ترجیح داده می باشن، ننگ بی جای ترجیح داده می باشن، سیالی ها و رقابت های ناسالم را میان خود و میان قوم ها ترجیح داده می باشن. سبب میشه که دخترها هم در خانه پیر شوند، بچه ها هم به خیلی سختی نتوانند عروسی کنند. در همین حال زوجهایی که در این مراسم اشتراک کردند از نبود اقتصاد کافی برای برگزاری عروسیشان سخن گفته و می‌افزایند که چنین مراسم ها میتواند در بهبود وضعیت رسم و رواج ها و کاهش هزینه های اضافی در عروسی ها مؤثر واقع گردد. بسیار خوش هستیم. خواست ما از مردم همی است که بیاین دمی اشتراک کنند. اقتصادهای مردم ضعیف است و مردم بسیار وضعیتش خراب است. خودم طرقان اکسه ما میشه که نامزاد هستم. آمدیم همینجا دست جمعی عروسی میکردیم. بسیار خوش هم هستم. و کدا پروگرام نه ما واده خو خپل کوی کی مریضان درم کرداریم موچ پلار موچه ده ز خپل دکانی کوم مکتب وایم نو واده می پسل ورگو کی دانه ورته دوی کال واده وکم. قابل ذکر است که این هشتمین دور مراسم عروسی دست جمعی این نهاد خیریه است که با هزینه 500,000 افغانی برگزار شده است. برگزاری مراسم های عروسی دست جمعی در سالهای اخیر یکی از سنت های پسندیده بین جامعه افغانستان تبدیل شده که سالانه صدها جوان در ولایات مختلف با اشتراک در چنین مراسم ها عروسیشان را جشن میگیرند.